اکای حاجی مرزا، ما یک گروه مخلصان شما می باشیم، میخواستیم با این سوالهای ما جواب گردانید. آیا خانه‌دار کردن فرزند برگردن پدر فرض است؟ که در این باره بحث ها زیاد هستند. برادر عزیز و گرامی، در این مسئله که خانه‌دار کردن بچه یا گوییم بزن تأمین کردن بچه به گردن پدر و مادر فرض نیست، اگرچند که در حدیث آمدگی هست، لیکن حدیثی ضعیف است، خواب روایتی هست. به این خاطر فقط به ذمه پدر و مادر گذاشتن نام و ختنه کردن فرزند و او را به علم اسلام، به علم دنیا شناسایی کردن است و او را آداب خوب آموختن است. این است وظیفه های پدر و مادر. لیکن زندار کردن بچه به ذمه پدر و مادر این فرض نیست. فقط فرزندان را باید در روحیه خداترسی و خداشناسی تربیه کردن هر یک پدر و هر یک مادر، این یکی از وظیفه های اولین درجه پدر و مادر می‌باشد که فرزندان را از سن خردی باید که ما در وجود اونها دو کلمه را باید جای کنیم، یکی اوبال، یکی ثواب. بچه‌م به این کار نزدیک نشو که اوبال است، بچه‌م به این کار نزدیک شو که ثواب است. انا با این کلمه ها فرزندها را ما شناسایی کردن، نزدیک کردن به گردن هر یک پدر و مادر ضرور است. بگوید که کدام پیغمبران با خداوند یکا صحبت کردگیند. و کلم الله موسی تکلیما، صدق الله العظیم. سوره نساء آیت 164 این دلالت میکند که پروردگار و کلم الله موسی تکلیما بود. موسی از جمله پیغمبرهایی که با ما بی واسطه سخن میگفتند. از این خاطر پیغمبری که با پروردگار یکایک صحبت میکرد این کی بود؟ این حضرت موسی علیه السلام بودند. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، در محله ما مسجد 5 وقته فعالیت دارد، لیکن امام خطیب از عهده درست خواندن آیات‌های قرآن نمی براید و در بین قوم و جمع طالب علم وجود دارد. برای درست خواندن نماز این گونه شخصان را اجازت نمی دهند. فتوای اسلام درباره این عمل چیست؟ بعد این حادثه که داملا علم تجوید را نمی داند، ما یک گروه آدمان نماز را جداگانه خواندیم، سبب ناراضگی و خشم و غضب موسفیدان گردید. بابای داملا التماس برای ما فتوای حل کننده دهید. دوم، شخصان نمازگزاری که در مسجد با سر لوچ یا کرته آستین کلته می آیند، آنها را از مسجد بیرون می کنند. آیا در این حق دارند؟ مسجد محله کوهنشهر. برادرای عزیز و خیلی گرامی، البته امامی که از عهده قرائت نمی براید، امامی که فقط محراب از خود کرده است، برای مردم امامتی می کند، لیکن هیچ یک نظام، هیچ یک ترتیب نیک، هیچ یک دلالت‌های خیر برای آبادی اسلام ندارد، والله که وای حق محراب در امامتی ندارد. افسوس که امروز زمانی شده است که حبیب خدا اذا وسد الامر الى اهل غیره فانتظر ساعت گفتند. در کدام مسجد، در کدام مدرسه، در کدام اداره دولتی اگر آدم بیسواد و نااهل اگر جای گرفت، حتمی اونجا قیامت شما منتظر شوید. حتمی اونجا در شما بے انصافی و بے عدلی و نابرابری و گویم که پستی را در اونجا شما انتظار باشید. به این خاطر هر یک مسجدی که اگر امام ارزنده ندارد، امامی که گویم از عهده خواندن قرآن، از عهده گویم که
تعلیمات، از عهده به مردم رسانیدن سخن خدا و پیغمبر وی ارزنده محراب نیست. لیکن دیگر چی جایی گویم اینجا در بحث و مناظره و چی جایی من حکم برارم که زمانی که امروز گویم قریب اکثریت این احوال در روبرو هستند، اکثریت. با این خاطر ببین مثال طالب علم هست، بچه باسواده که ارزنده پیش در آمدن دارد لیکن وی نمیگذارد، در اصل وی نمیگذارد. برای همین اگر امامی که غلط میخواند، امامی که قرآن نادرست میخواند، کسی که غلطی او را خطایی او را گرفته میتواند، یقین است که نمازی او از پس این جاهل درست نمیشود، درست نمیشود. این قرآن است، این حکم خدا است. اگر تمام مستفیدای همون مسجد که ناراضی باشند نماز درست نمیشود. اینجا گپ در احوال گور و احوال روز قیامت رفته ایستاده است. مستفیدا را خدا نگه دارد باید همگی اتفاق شوند، یک انسانی را پیش گذارند که برای فایده دنیا و آخرتشان باشد. دویم شخصان نمازگزاری که سرولوچ و آستین کلته وارد مسجد می شوند، نمازگزارا حق دارند که اونها را از مسجد پیش کنند؟ حق ندارند. اگر در باره حق گپ زنیم حق ندارند که آدمی که سرولوچ باشد، آدمی که آستین کلته داشته باشد و ما از مسجد پیش کنیم که تو مثال در اینجا نماز نخوان. زیرا اینجا ما باز از خود همین کتاب مختصر امروز مشهور گویم که پیروان مذهب امام ابو حنیفه به این کتاب دست دادن میخوانند. اینجا یک عباره اذن عام آمدگی است. اذن عام یعنی در مسجد هر یک شخصی که رو به قبله میایستد و خدا را عبادت میکند حق دارد که آمده در مسجد نماز خواند. ما حق نداریم که وای از اینجا پیش کنیم که تو برادر عزیز مثال تو در فلان مذهبی، تو در فلان جریانی، تو در فلان مثال گوشه هستی، این ما حق نداریم از روی اسلام. لیکن یک چیزش همینجا نازک است برادر عزیز. همه ما میدانیم امروز مثال اگرچند در شریعت ما آستین کلته و تاقی این از جمله مهمات نیست، از جمله ضرورات نیست، لیکن میبینیم که از زمین یک مسئله جزئی این قدر گپ اختلافای زیاد ایجاد میشود. برای آنکه اختلاف نشود، برای آنکه همینا ایجاد نشود، بگذار همون یک تاقیه که بالای سر میگذاریم، یا بگذار مثال همون آستین ما و شما دراز باشد. آستین دراز هم گناه نیست، یا تاقی گذاشتن بالای سرم اینم گناه نیست. اگر این خیل اگر ما رفتار کنیم تا زمانی که باز این مردم انشاءالله من باوری دارم که روز به روز مردم خود فهمیده ایستادند که کدام چیز در اسلام ما ضرور و مهم است، کدام از جمله دوم درجه و سوم درجه است، مردم آهسته آهسته خود میفهمند. اگر عقیده من فهمین، من به خدا قسم صدقه همون جوانی که سر لیج مسجد آید، عقیده من این است، من صدقه همون جوان میشوم. از اوی که او جوان مثال راه مسجد ماندگی راه دیگر را میگیرد، اگر سری لوچم که آید به خدا قسم ما با دیده و با چشم قبولش دارم، من صدقه اون جوان میشوم. اون جوان وقتی مسجد من آمد سخن مرا شنید، وقتی من از حدیث و از آیت برای او که خواندم، این جوان البته و البته اسلام میشود، بعد به فایده همون مستفید و همون جمعیتی که از اون ناراضیان به فایده اونا به خدا قسم حل میشود. من در یک برنامه به نزدیکی در تبچکه میگویم هفته گذشته همونجا بودم، همین سوالم در همونجا وارد شد. مردم ناراحت میشوند از حساب سر و لوچ، لیکن چیکار کنم که امروز مردم یهود از موی سر قالین بافته ایستادن، ما تا حال در همین تاقی باقی ماندیم. مردم یهود گفته بودم یک جمعه یک سرتراش عادیش از موی سری که از من میتراشد و در بیرون نمیپرتاید، برای من جورب میبافد، برای من شرف میبافد. چقدر پیش رفته ایستاد است مردم، لیکن ما مردم تا حال در اطراف آستین کلته تاقی بحث و مناظره رفته ایستاد است. خودتان یک مقایسه کنید.
السلام علیکم داملای مهربان. با این سوال من روشنی اندازید. کگار ممکن است از روی ضرورت طبیب گوید؟ درست نیست برادر عزیز. کگار نوشیدن از روی طبیبی، این کگار گفتن یک نمودی می مسکننده است، فقط وی برای خون می نوشند که وی خون از زیاد میکرده. لیکن یقین دانین که ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم. حبیب خدا میگوید آن چیزی را که خدا حرام گفت در او هیچ وقت شفا را نهادگی نیست، در اون شفا نیست. برادرای عزیز و گرامی، برای خون شما زیاد شدن امروز الحمدلله طب ما و شما اینقدر پیش رفته است. روید شما در همونجا او کالها به نام فرموله گفتگی، من چند بار خودمان همینا را استفاده بردیم. برای زیاد شوی خون مرحمت خون بذاران، همین چیزی که توصیه طبیب ها هست. جگر میخورند، جگرهای گوسفند میخورند، جگر گاو میخورند در حالت نیم خام تا که خون زیاد شد. حلال کرده خدا زیادند. برای چی ما با حرام ها تکیه میکنیم؟ وقتی شما به حرام ها که تکیه کردین، از حرام ها که مثال استفاده بردین، این روح شما خسته می شود، این جسدهای شما مانده می شود. حبیب خدا کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به میگوید. هر یک جسدی که از حرام آب و تاب یافتن گرفت، و گفت این جسد ارزنده آتش دوزخ دارد. برای همین برادرای عزیز و گرامی، از حرام ما پرهیز کنیم، به حرام نزدیک نشویم. السلام علیکم محترم حاجی مرزا. من از شما خواهش میکنم، نام من صباحت، من مخلص سخنهای شمایم. در حق رحمتی اپای من یک کف دعا کنید تا که من شنوم. خدا این اپایی که از این خواهرمان گذشته است خدا رحمت و مغفرت کند. آمین یا رب العالمین. الان یک مادر دیگرم به نام اپای گوهربی از همین دامی 42 بوده است. فرزندشان فرخ 10 ماه قبل از قزان جسدی به جان او را آوردن. بسیار گریه کردن در خانه و یک مبلغ هم دادن که برای آبادی مسجد صرف کنید. در حق همین بچه من همگی جمعیت دعا کنید خدا روح اون فرزند شاد و قبرش خداوند پر نور گرداند. آمین یا رب العالمین. امروز روز به روز بچه های ما و شما سفرهای رسیه دارند، سفرهای دوردست دارند، برای بهبودی، برای گویه بلند رفتن سطح زندگی ما و شما، برای که ما و شما صاحب لباس خوب شویم، برای صاحب طعامهای با لذت شویم، برای صاحب خانه‌های آباد شویم، برای گیم از همه آن تجهیزات‌هایی که امروز برآمده است آذر زمان ما صاحب اونها شویم. فرزندای ما و شما امروز آواره مثال گویم دولت‌های دیگر است. همیشه در حق اونها دعا کنید شما که خداوند اونها را با دست پر و صحت و سلامت به خاندانشان رساند. لیکن تا حال باز همون سخنها به گوش ما رسیده ایستادند که مردم تا حال پنجشنبهگی خری را بس نکردند. تا حال همون گویم که خیر و صدقه هایی که در اسلام هیچ منزلت و هیچ جای نداشتند که ما را بارها چندین سالهای پیش میگفتیم، تا حال مردم بس نکردند. تا حال فرمانم که هست حکم پادشاه واجب زمانی که خلاف قرآن و حدیث نباشد، که در این فرمان برآمدگی ذره والله که شک و شبهه نیست که از قرآن و حدیث بیرون نیست. اگر این حالت هم که ما و شما باز قانون ویران کنی کنیم، باز اگر اهمیت ندهیم، باز همونا را گویم اینها میگویند، شو در پیش خداوند گناهگار هستی. این طعامی که میخوریم به روح مرده تو نمیرسد، به روح هیچ اولاد تو نمیرسد. بچه ها یک طرفش بیچاره نیم کالجان آمده ایستادند، یک طرفش بیمار آمده ایستاده است، یک طرفش بیجان آمده ایستاده است. تا حال انصاف ما بیدار نشده. پیش داملا که آمدی، پیش اهل علم که آمدی، هر چیزی که گفتن قبول کن. عالم ها را خدا در قرآن میگوید که عالم ها نظر به شما دیده از خدا بیشتر میترسند. وقتی اینا که بیشتر از خدا ترسند، اینا هم قیامت و گورشان فکر میکنند.
برای همین هر چیزی که میگویند در گفتشان در پیشگاه خدا جواب بگویند. السلام علیکم بابای حاجی میرزا. من مخلص دائمی شما هستم و به نهایت دوست می‌دارم آواز شما را. بابا جان، التماس با سوالهای من جواب دهید. من دختر 22 ساله هستم و کارگر هستم. نماز هم میخوانم. ایرا دیروز یک مکتوب همراه یک مبلغ روان کرده است و بسیار تکلیف کردند که همین جمعه جواب گوییم. یکم سوال: زن اگر نمازخوان باشد، کار دولت کند و ماشین راند، گناه است؟ نه، گناه نیست. خواهر عزیز، اگر شما در اداره دولتی هم که کار کنین، این افتخار ما مسلمان ها است. در هر جایی که کار میکنین خواهر عزیز، چه در طبابت خانه باشد، چه در کدام اداره دولتی نباشد، این هیچ ضلال زیانی ندارد. فقط شما لباس هاتون را رعایت کنید. فقط شما مثل که با شوهرت، با فرزندت صحبت های شیرین داری، با مردهای بیگانه این گونه صحبت ها و این گونه دهتنی ها را حق نداری. اگر اینها را تو رعایت کنی، خوش به حال رفته کار کردن دیگه. و اگر زنی هم که صاحب ماشین هم که باشد، خوش به حالش، بگذار ماشین هم حی کند. لیکن فقط از همین شرط هایی که گفتم از همینها اجرا کند. یگان ضرر و زیان در حق این زن وجود ندارد. دویم سوال: در شب آینه دیدن اوبال است یا نه؟ اوبال نیست خواهر عزیز. در شب در آینه نظر کردن، فقط فکر میکنم خدا رحمت کند صاحب 4 کتابم، شب در آینه نظر کردن خطاست، چون تو روی خود بروز بینی رواست. این که بیان میکرده است. برای همین در شب نگاه کردن در آینه شاید که از حساب یگان ترس باشد، تاریکی است، یکی در چشمت یگان چیزی میتابد، مثال تو میترسی، به همین خاطر باشد. و الا مثال نگاه کردن در آینه نه در شب نه در روز هیچ ضلالی ندارد. سوم سوال: من امر معروف گوش میکنم، برادرم مرا بد میبیند، میگوید که زبان انگلیسی و زبان نمیریسی را یاد بگیر. میموری از اینکه خودت را ملا کرده اید، یا اینکه در وقت نماز خواندن اگر مرا ببیند به من دشنام میدهد، میگوید که پیر شوی بعد میخوانی، زبان یادگیر. من تو را به خارجه خواندن روان میکنم. نمیدانم چیکار کنم بابا جان. در حق وی دعا کنید که خداوند به او انصاف دهد، محبت قرآن و محبت اسلام را در دل او جای کند. البته ما همیشه دعا میکنیم که خداوند آن گونه بندگان دل سیاه و دل سختی که دارد، خدا همگیش دلهاشون ملایم کند، در دل اونها خداوند محبت قرآن و اسلام خداوند جایگیر کند. ما همیشه در حق اینا دعا میکنیم، باز هم دعا کردیم. لیکن گوش کردن امر معروف شاید برای بعضی ها از حسابی که نمیفهمند خیلی وزنین میتابد، خیلی وزنین میتابد. یعنی طی چند سال شد شما امر معروف گوش میکنین، کدام شما ناراحت شدین؟ کدام شما ضرر در زندگیتان پیدا شد؟ لیکن اگه خواهی نخواهی در هر یک زمان، در هر یک دور، در هر یک عصر، در برابر یک آدم خداترس با یک آدم سرسخت وجود دارد که او را پیوسته باید آزار دهد. خدا رحمت کند حضرت مولوی جنون میگوید عجب رسمی است در این دار غدار که صد نااهل با اهلی گرفتار. ببین که صد نااهل با اهلی گرفتار، ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زیسته باشد به عدوه. ندیدم هیچ یک دوست خدا را ندیدم که در برابرش دشمن نداشته باشد. ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زیسته باشد به عدوه. نه گل به خار می روید در این باغ، ملال بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر در جفای منکری دل، شود شاید مراد از صبر حاصل. حضرت گفتن صبر کنید، در برابر صبر انشاءالله همه مشکلات های شما حل می شود.
یکی وقتی این دادر یا برادر میگوید خودم ملا کرده، ملا بودن عیب است؟ ملا بودن این چی جای کم بودیش است؟ او ملا را هم تا میفهمم که والله که بهترین معرفت دارد، بهترین فرهنگ دارد، بهترین زندگی را دارد. که بعض ملاهایی که گویم در دین خیانت کردند، در دین زلالها آوردند به نام ملا، این معنای او را ندارد که ملا بودن یگان عیب و کم بودی داشته بود، زیرا در همه ساحه ها آدمای پس وجود دارند. برای همین ملا بودن این شرف است، ملا بودن این بهترین است. این خدا در قرآن ملا گفته کی رو میگن؟ آدمی که علم دارد، اهل علم است. برای همین یگان جای اوبالش نیست، یگان جای گناهش نیست. جفاها زیاد بودن. خدا رحمت کند صاحب مذهب ما و شما ابو حنیفه در جفای خلیفه منصور روبرو شده بود، جفا کشید، عذابها کشید. هر روز از زندان می برآوردن، 10 تازیانه در پشت امام می زدن قاضیگی را قبول کن. لیکن حضرت از قاضیگی را قبول کردن اجتناب میکرد، میترسید من پیشوای مسلمان ها میشوم، آیا در این مسلمان ها خدمت کرده میتوانم یا نه؟ آیا در این دین یکی مبادای از من یگان لغزش و کمبودی پیدا نشود که برای قاضی ها خداوند مخصوص آسیاب دارد، یکی در همون آسیاب خداوند مرا روبرو نکردند. حضرت ها میترسیدند. هر روز 10 تازیانه در پوست حضرت امام زده میشد. اینچنین هم مسلکانش میگوید ما حساب کردیم 11 روز از زندان بیرون کردن، 10 تازیانه در پشتش زدن. همگی 110 تازیانه در پشت امام زده شد. آخران جان به حق تسلیم کرد به ضرب تازیانه. فقط چی بود؟ پیشنهاد قاضیگی را قبول کن. امروز ببین برای منصب، برای جای گرفتن چقدر هوس ها و چقدر دوادو ها وجود دارد. قبول نکردن، حضرت ترسیدن. یا سعید ابن مسیب هم حکایت میکنند حجاج ابن یوسف آنقدر عذاب داد، کتاب میگوید که قسم به خدا میگوید عقل آدم نمیگیرد، اینقدر سعید ابن مسیب عذاب دادگی هستند. حتی آخران حالت در حجاج هرچند که خواست در صف خودش درآرد قبول نکرد، امر کرد که مثل گاوری ذبحش کنید. گفتند ذبحش کردند. بین عذاب ببینید. برای همین جفاها وجود دارد، لیکن هر یک جفا به خودش فایده دارد، ثواب دارد. 4 ثواب. زن اگر صدقه کند یا مسجد سازد گناه است؟ نه، گناه نیست. زنم صدقه کند، زنم مسجد سازد درست است، هیچ باکی ندارد. فقط زنی که شوهر داشته باشد به اجازت شوهرش باشد. 5 بابا جان در حق من دعا کنید که خداوند گناههای مرا ببخشد و تن صحت مرا نصیب گرداند و خیر کردم را به درگاهش قبول سازد و بخت سفید دهد، محبت قرآن اسلام را در دل من زیاد گرداند. با احترام مخلصان دائمی شما از شهر دوشنبه. خدای مهربان برای این خواهر اسلامی ما شوهری مناسب، شوهری خوب، شوهری مسلمان نصیب و روزی گرداند و خداوند محبت قرآن اسلام را در دلش جای کند. آمین یا رب. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، خداوند شما را عمری دراز نصیب بگرداند. همین سوال را جوابش را فهمونید. پرنده را مثال قمری را، مینه را، کفتر را و غیره ها را در وقت خواب بودنشان گرفته خوردن ممکن است یا نه؟ مخلصان شما از ریان واسع. درست است برادر عزیز، چه در حالت بیداریش میگیری چه در حالت خوابش میگیری، درست است. خوردن اینها در یگان ضلال و زیان وجود نداره، همه اینا حلال کرده خدا هستند. برای بسیاری برادرها خوردن کفتر در شک دارن، شبهه دارن، با که ندارد خوردن گیری حلال است. قمری هم از جمله همون است. فقط قمری که از گویا پرنده های هست که مثل که تماما زیرک نیست، بسیار یک سادگی دارد، مثل مسلمان های ما و شما واری.
همین تا گویم بسیار عادی است، مردم دلش با کمری میسوزد و یا سعی نمیکنه و یا گویم شکار نمیکنه و این لاوه خوردنش با که نداره، حلال است. ویا السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. حاجی محترم، من از شما خواهش میکنم با همین سوال من جواب گردانید. در بین یک گروه زنهای شهر و قشلاق‌ها برای پاره کردن کفن میت و کرته آن دائما بحث و مناظره ها می شود و مثل که کرته زنها پیشش دراز و پسش کوتاه. ما هر چند میگوییم سود نمیبخشد و در شستن مرده فقط آیات قرآن را میخوانند. آیا این درست است؟ التماس جواب گویید. ما یک گروه زنها هستیم. سنت کفن برای مرد و برای زن یک ذیل است، فقط فرق میکند در عددش. مثال برای مردها چادر داریم، ایزار داریم. بعضی از پیشواهای ما خدا رحمتشان کند سل انداختن هم برای مرده اهل علم باشد ثواب گفتند. خب چادر آنقدر اندازه دارد که از بالای سر و از بالای گویم از قسم پایان پای یک مشت باید زیادتر باشد برای بستن و ایزار درازیش از تار سر تا پایان پا تا پای پوشانیدن. ایزار پیش و پس وای کلتگی ندارد. کرته باشد از گردن تا با پای پوشانیدن. این همین است، تمام، دیگر هیچ جای مشکلات ندارد. زنها هم همچنان است، فقط در زنها زیاده می شود یک سینه بند و رویمال. رویمال می شود مویه های مثال پس وای باز می درانیم، گویم که مثل که همون خدمت میکردن در مریت میگفتیم پساشون دو کاکل داشتن، انا همون رویمال همون دو کاکل میکنیم، همون مویه ها را در داخل کاکل ها میپیچونیم، مقصد نتاوان. و خب سینه بند چه میگوین از زیر همین گویم از بالای همین گردن تا زانو میخیلی یک لطه کلان هم میپیچونیم. این دو چیز زیادی میکنه، تمام. دیگر گویم لباسی و یا پیشش کلته و پسش دراز دیگر اینا تماما وجود ندارد برای مرد و برای زن. همین است. لیکن در وقت شستن مرده خواندن آیت قرآن خواننده شو گناهکار میکنه. هیچ وقت شما در وقت شستن مرده آیت قرآن نخوانید، درست نیست برادرای عزیز. فقط همون کلمات هایی که با دستش هر گناهی را کرده باشد خدا را مغفرت کن، و پایهایش هر جای نادرست رفته باشد خدای را مغفرت کن، فقط دعا کنید، لیکن آیت قرآن نخوانید. السلام علیکم داملای عزیز. سوال 6 ماه شد که عائله دار هستم و این عائله من به سوی مادرم دشنام داده است از دهانش. داملای عزیز به این گونه زن چگونه معامله کنم؟ مصلحت میدادید. برادر عزیز اگر مراد تو طلاق باشد من طلاق دا مصلحت دادن نمیتوانم، زیرا که زنها بسیارش از روی جوانی است، بسیارش از روی گویم نافهمی است، بسیارش از روی جهالت است، بسیارش از روی آن است که باور کنید در وجود همون زن ذره ترس خدا و پیغمبر وجود ندارد. برای همین بود که مقاله های ما و شما که بترس از کسی که نمیترسد از خدا، کسی که از خدا نترسید همه کار در قادر است. برای همین اینا برادر عزیز فقط و فقط توصیه نصیحت کردن در کار، فقط بارای مصلحت، بارای فهماندهی، انشاءالله وای بهبودی در وجود وای پیدا می شود. دیگر مثال گوییم که باید طلاق داده و برای این خاطر دشنام دادن این ارزنده نیست. بگذار همون مادرم همون حالت وای بخشد انشاءالله ستر کند، عیبی وای ستر کند، خدا این مادر عیبهاش در قیامت ستر میکند، فیرازش کند، همچه فرزند نصیحتش کند، بیند که بهبودی هست، مرحمت، باز زندگی را دوام دادن گیرد. دید که تماما علاج ندارد، بعد اونجا در میتواند مادر هر فرمانی که به فرزندش دید بعد فرزندش اجرا کند. امروز این گونه بی نهایت زیاد است. باور کن از 100 زنی که امروز صاحب شوهر میشوند، باور که شاید 70-80% او همین معامله ها را در خاندان شوهر انجام میدهند. در من بی نهایت
صحبت‌های تلفنی دیگر هیچ گویم که عدد ندارد، فقط شکایت از زن است. مادر ما دشنام داد، پدر ما دشنام داد، خود ما دشنام داد، فقط دشنام در دهان. مرحمت دیگر حکم کن. اگر همه این ما گویم طلاق شان دهیم، باور که دیگر خدا میداند که حال این مردم تاجیک ما چی میشود. چیکار کنیم؟ عیب خود ما است. چیکار کنیم که گویم زنهای ما و شما از پند و نصیحت دور شدند؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام، این که من سوال دارم. بعد زنهای را دیدیم که صاحب کودک اول میشوند و فکر و عقیده های نادرست دارند. در اصل شیر دارند و به طفل بیگناه شیر نمیدهند، از حسابی که فیگور همون ویران میشود. حاجی بابا از شما التماس همین جمعه جواب گردانید. خیلی فیگورش که ویران شود نشود، فیگور زن برای شوهر است. مثال ویران هم که شود شوهر قبولش دارد، خوب هم که شود شوهر قبولش دارد. برای همین میلش اگر چقدر خودش اگر گویم که این قدر احتیاط میکردگی باشه برای شوهرش خوش به حالش، که مثال شوهرم از نگاه کردن جسد من راحت کند، این زن خیلی زنی خوب بوده است، زنی نیک بوده است. لیکن برای کودک شیر دادن اکنون خیلی گویم سختگیری در کار که مادر به فرزند شیر ندهد، خیلی سختگیری در کار. لیکن در اصل این باور که این خنده نیست، این درست است، این حقیقت دارد. اگرچند در اسلام هم دایه گرفتن وجود دارد، حق دارد که مثال وقتی امون تولد کرد برای شوهر امر میکند که برای فرزند من دایه بیار، این ده حق دارد. لیکن از بس که امروز که اینا که نیست در ما این شرایط ها را ما برقرار و برپا کردن نمیتونیم، بگذار که همون مادرش تا آخر شیر دهد. هر چیز که اگر مثال هر چی که شود انشاءالله شوهر قبولشان دارد. السلام علیکم حاجی مرزای عزیز، خداوند علم شما را زیاده بگرداند. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه بازار سلطان کبیر از شما خواهش داریم که یک جمعه در باب معراج پیغمبرمان صحبت میکردید. انشاءالله من شاید این صحبت چهاریارهایی که من در پیش گرفتم خیلی وقتای زیاد گیرد، برای اطراف اینا بسیار سخنهای زیاد است. خیلی حضرت ها یک اگرچنده که حیات هاشون هم به 63 رفتگی بود، از اونم بیشتر دیدن، کرسی خلافت کم هم که زینت داده باشند، لیکن به نهایت حضرت ها قصه های عجیبی دارند. برای وقتی زیادی ما را اینا میگیرن، اگر وقتا شود انشاءالله وعده نمیدهیم، بعد جواب شو میگوییم. اکای حاجی مرزا در روز قبول دعا به من دعا کنید خدا به من و مثل شما فرزند خدمتگار در راه اسلام نصیب کنه. التماس دعا کنید، بسیار انتظار هستم، بسیار خواهش دارم که این گونه فرزند خدا برای من نصیب کنه. اکای داملای عزیز، در کوچه ما یک موی سفیدی بی فرزند است. ما همسایه ها خیر میکنیم، زنکا میگویند که آدمی بی فرزند خیر کند نمیشود. از این دیده با سگ نان دهد، این قبول است. التماس جواب دهید، ثبت شود تا که آنها شنوند. خدا نگهبانت باشد ای دوستی خدا. بی فرزندم که اگر شرایط داشته باشد خیر کند، خیرش قبول است. بی فرزند بودن این یگان نشانه گویم که یگان پست بودن و بی عزت بودن بنده را نشان نمیدهد. خداوند در قرآن در سوره شورا خبر میدهد، معنای آیت همین است: میدهم یکی از شما را بچه، اول دختر یاد میشود، یهب لمن یشاء اناثا، من برای شما میدهم دختر، و برای یکی از شما میدهم بچه، و برای یکی از شما میدهم هم دختر و هم بچه، و میگردانم بعضی از شما را بی فرزند. سوره شورا ده هست. والله اعلم آیات 50 تا 60 است. خداوند مفسرای قرآن میگن این دختری که خداوند در قرآن یاد کرد کی است؟ گفتن این حضرت لوط و حضرت شعیب است. فقط خدا به اینا دختر دادگی بود. و خداوند گفت من برای شما بچه میدهم. میگد اینجا حضرت ابراهیم در نظر است که خداوند به او بچه داد و دختر نداد. و برای شما هم دختر و هم بچه میدهم،
مطلب رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم است. هم دخترش داد خدا، هم بچهش داد. لیکن من بعضی از شما را میگردانم به فرزند. مقصد حضرت یحیی پیغمبر و حضرت عیسی پیغمبر است که اینا را خدا فرزند نداده بود. به این خاطر اگر ما اینا را طعنه کنیم که تو بی فرزندی، ما گناهگار هستیم. زیرا خداوند قدرت دارد که پیغمبراش را بی فرزند کند. کجا ما و شما دارد؟ من مثال آورم. برای این خاطر این بی فرزندم که باشد، شرایط داشته باشد، خوش به حالش صدقه کند. صدقش به خود وی فایده دارد، بر روح فرزند و مادر و پدر او فایده دارد. عقیده اهل سنت و الجماعه همین است که ثواب صدقه ما و شما، ثواب دعا و درود ما و شما بر روح مرده های ما و شما میرسد. این از عقیده اهل سنت و الجماعه. خب و برای این مادر که این سوال دادن، خداوند فرزندی خوب، فرزندی نیک، فرزندی با تقوا خدا نصیب و روزیش گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما التجا دارم با این سوال من جواب گردانید. من به شهر مسکو رفتم، در آنجا عذاب زیاد کشیدم. من قسم خورده بودم که من به تاجیکستان گشته روم، دیگر یاد مسکو نمیکنم. ببینید که خود مکتوب بچه ها را گوش کنید. همین بیچاره ها محنت میکنن، ما آمده به رحم زدن میگیریم. این مرحمت. عذاب کشید است، قسم خورده است که دویم باره تاجیکستان روم، دیگر یاد مسکو نمیکنم. آخه مسکو نامش نام خوبه، لیکن عذابش نمیگوید. گفته همون مطلع تاجیکی من که مرده به کفن سفید شادی دارد، از عذاب گور درک ندارد. لیکن همین سیلانی سوال سواریشان میپارد بیچاره ها را. رفتن و مثال همش خوب، لیکن برابری رسیدن عذاب نمیگوید، مشقت نمیگوید، یا را هیچ کس پیشواز نمیگیرد. اینا را همون زمان گویه برده با زندانی و عذاب و مشقت است. اون روز یک بچه خیلی برادر قیمت داشتیم، کمک میکردم این مسجد ده. بیچاره میگه برابری رسیدن در مسکو، میگه یک 50 کیلومتر رفتیم نرفتیم، ماشین رو نقپیدن، در ماشین رو پرت افتن، چند قدر همی داروها و تهمت کرده که 5 ماه در زندان محکم بود. از زندان مرا تلفن کرد. این مرحمت احوال برادرای ما و شما. بگذارم اونا خدا نگهشان دارد، صحت سلامت باشند، بیایم با پولی بسیار تا که احوال من خوب شود، شرایط ها من خوب شود. نیت دارم که یک بار دیگر روم، اما قسم خوردگیم. خدا مرا میبخشد یا نه؟ این برادری ما قسم خورده است که دیگر نمیروم، لیکن امروز باز بیچاره شرایطش وزنی شده است و با اراده مسکو دارد. اگر قسم والله خورده باشی، والله بالله تالله 3 روز روزه میگیری، خدا میبخشد. و الا قسم خورده باشی که حضرت امیر جان بزنم، تو گناهگاری. حضرت امام عسکر جان بزنم، خواب نان بزنم، شیر بزنم، تو در پیشگاه خدا 100% عاصی و گناهگار هستی. زیرا که تو قسم خوردی که گویم که شرک در راه خدا آوردی. تو قدرت خدا را یک جانب گذاشتی، تکیه به بنده های خدا کردی. برای این قسم هایی که بغیر خدا خورده باشی، همگیش به سوی خدا توبه کن، خدا میبخشد. به روزه گرفتن، لیکن وقتی که والله گفته باشی، یعنی خدا بزنم گفته باشی، این حالت 3 روز روزه میگیری، خدا میبخشد. کفارت شمین است. اینقدر صحبت داشتیم، اینقدر گپ ها زدیم، اینقدر صحبت های دراز، تا حال بنده های خدا با همون قسم بعضی هاش تا این اندازه گویم از حد گذشتن که به مادر و به خواهر قسم میخورن. اینا کفایت نکرد، امروز به زن طلاق قسم میخورن. اینا چی معنی دارن؟ السلام علیکم اکای داملا و شیرین زبان، بلبل خوش‌آواز دیارم بابای حاجی میرزا. پس از سلام ما با یک سوال با شما برادری عزیز مراجعت میکنم و جوابش را امروز در کست 130 شما انتظار هستم. این سوال پیشینه بوده است. و با این مردی که زندگی دارم مردنم را بهتر حس میکنم. این شاید مکتوب کدام مادر است. مردنم را بهتر حس میکنم، نمیدانم حال من در قیامت چیست.
برای آنکه 8 سال شد که ما بی نکاح هستیم. او را دعوت به نکاح اسلامی میکنم، اون به من جواب چنین میدهد که پگاه یا روز دیگر نکاح میکنیم. نماز میخواند، نماز جمعه میرود. از شما خواهش دارم حال من و این مرد چی میشود بگویید، شاید در همین جا باشد و شنود. نه مرا به عذاب خدا ماند، نه خودش را. التماس سوال از یک پرشکسته. قسم میخورد که زنم طلاق اگر نکاح نکنم، نمازهای خواندم حرام اما نکاح نکرده است. مادر عزیز، در این گناه شما هم شریک هستین. این فقط وی شریک نیست، زیرا خدا برایت هم عقل داد، برایت هم فهمیش داد. دیدی که وی با تو نکاح ندارد، وقتی وی به تو نزدیک می شود تو قدرتی نداری که وی نزد خود دور کنی. داری قدرت. برای همین من از این مرد بی ناموس، از این مرد بی غیرت، از این مردی که نه دنیا و نه قیامت فکر نمی کند، از این دیده به تو مادر مراجعت میکنم که تو را عذاب داد، این کار رو به من مکتوب نویساندی. و این خاطر تو که ناموس داری، تو خدا ترزی داری، خودت این مسئله را حل کن و یا نگذار به تو نزدیک شدن. نکاح ندارد. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حبیب خدا میگه نکاح از من است. کسی که به نکاح با یک زن یا با مرد نزدیک می شود یقین داند که وی از امت من نیست. برای همین اگر خواهی امت پیغمبری خدا شدن، خواهی که از زنا دور باشی، از این شخص دور باش تا زمانی که وی نکاح نکنه. و این روزای خانه‌داری که کردین اگر فرزندا به دنیا ما باشد همگیش ولد زنا هستند. لیکن از این جانبش هم که اگر تو توبه کنی خدا تو را میبخشد. خدا رحیم و رحمان است. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از رحمت من الله بگوید ناامید نباش، توبه به سوی خدا کن، من که خدا تو هستم میبخشم تو را. ببینید چه زندگی ها در دنیا وجود دارد. داملای محترم، حسیب هایی که در حدود تاجیکستان استحصال می شوند حلال نوشته شدن، خوردنشان ممکن است یا نه؟ ممکن است برادر عزیز. هر یک حسیب همون کلبسه هایی که میگویید اگر در پشت اونها حلال نویساندگی باشد استعمالشان حلال است. امروز حتی از دولت های روسیه هم، از دولت های قزان، از همون زوادهایی که مسلمان ها کار میکنن این گونه حسیب ها را روان میکنن و در پشت هاشون حلال نویسانده شده است. برای همین نه اگه شک شبهه ندارد، لیکن کدامش که اگر بارای حرام تیار میکند و حلال مینویسد وی ضامن از خودش، وی ضامن است، لیکن برای ما و شما حلال است استفادهش. مقصد به خودت وابستگی است. همین شک داری شبهه داری ترکش کن. شک نداری شبهه نداری خوردن بگیر اگر حلال نویسانده باشد. السلام علیکم داملای محترم حاجی مرزا. اولا از نام خودم و از نام سربازانی که مخلص دائمی شما هستند از شما خواهش نمودند که در حق ما یک دعا کنید و از خدای متعال سلامتی شما را خواهانیم. با احترام یک گروه مخلصان شما، سربازان از شهر دوشنبه. خداوند این سربازا، این عسکرانی که در این تاجیکستان ما و شما خدمت میکنند برای حمایه وطن، برای حمایه دولت، خداوند همگیش عمر دراز دهد، تنی صحت دهد، با صحت و سلامت خداوند به خاندانشان رساند. آمین یا رب العالمین. امروز بسیاری بچهای تاجیک ما هم از خدمت میگریزند، از خدمت میگریزند، حالان که این هم جنایت برادر عزیز. این وطن دوست داشتن، وطن دوست داشتن، وطن احترام کردن، این هم نشانه ایمانداری است. برای همین ما همیشه وطن دوستدار باشیم، دیارمان دوست داریم. برای محافظت این وطنمون همیشه ما و شما باید که بالای پای قایم باشیم. از هر گونه وارد شدن فتنه و اختلاف دشمنها باید ما راه ندهیم و فرزندانمون هم باید دلالتی در خدمت کردن کنیم. بگذار خدمت کنم، برای همین جای گناهش نیست. لیکن امروز من همون در صف خدمتگارها جوانهایی را میبینم که اونا غیرت و جسارت دارن. البته خدمت کردن حق این کار هر کس هم نیست،
هر جوان مردم رفته خدمت کردن نمیتواند. برای این غیرت در کار، برای این ناموس در کار، برای این محبت وطنداری و گویم دیارداری در کار. هر کس هم نمی رود. حاجی محترم از شما خواهش میکنم با سوال من جواب دهید. کدام روز به مریضان بیماری ها دعا خواندن درست است؟ با احترام مخلص شما از محله باربد اکی رحمت الله. همه روز برای بیمار دعا خواندن درست است. هر زمانی که کسی بیمار می شود، شخصانی که رفته دعا می خوانند با طریق اولا برده دعا خوانید، هیچ باکی ندارد، همش درست است. همه روز روز خدا هست، روز جدا برای بیمار خواندن ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، ما یک گروه جوانان با شما یک چند سوال داریم. خواهش داریم که همین جمعه جوابش را دهید. زن را باید جدا کرده گیری یا اینکه در تقدیرت باشد؟ دوم، مردای هستند که هم نماز میخوانند و هم زنا میکنند، نماز اینها چی میشود؟ سیوم، موی زنها باید چگونه باشد؟ موی زنها چگونه ای که الحال هستند همچنان باید باشد. مقصد بریدن موی زن به اجازت شوهر باشد. دوستای خدا از شانه پایانش اجازت دادند. اگر باشد که برای زن وای گویم که یگان مشکلات ایجاد کند، یگان مشکلات برای زن پیدا کند که یگان درد در همون بالای سر دارد یا در موی سرش دارد، خب موی های سر برای او عذاب میدهد، این حالت ده از شانه پایانش دوستای خدا در کتاب هاشون اجازت دادن و اجازت شوهر باشد. خب و دیگر مردایی که هم نماز میخوانند هم بیراهگردی میکنند، در باب اینا خیلی و خیلی صحبت های زیاد داشتیم. برای همین این معلوم است که نماز او از برای خدا نیست، این قدرش برای وی کفایت میکند. هر شخصی که اگر نماز خواند و باز زنا کرد، باز گویم عرق نوشی کرد، باز قماربازی کرد، باز خیانت و دروغ و دیگر راههای نادرست رفتن گرفت، معلوم است که این نماز برای وی فایده نآورد. این از جمله نمازهایی که در پیشگاه خدا شرف و قدر دارد از جمله آن نماز نبوده. نمازخوان باید فرق کننده باشد، باید مثال در بین یار و رفیقای گویم بیگانه خود باشد. زنها را جدا کرده گیرند یا آن که در تقدیرش باشد؟ اگر هر چی که جدا هم که کنی همانی را میگیری که در تقدیرت است. فهمیدین مثلا تقدیر بسیار مسئله مهمی هست. اگر تو جدا کنی معنای او را ندارد که تو از تقدیر گریختی، تقدیر کارش نکرد. حضرت عمر چی گفتن؟ نفر من قدر الله الى قدر الله. ببین وقتی که در ملک یمن بود یا شام بود، اونا وقتی وارد می شدن گفتن، حضرت عمر گفتن که حضرت با عسکر داخل نشو که بیماری طاعون آمده است، آب پرتایه. حضرت در حال پس گشتن و برای بیماری سرایت کننده بود. گفتن حضرت در او گفتن اگر در تقدیر بیماری باشد بیمار میشوی، اگر در تقدیر بیماری نباشد تو بیمار نمیشوی. لیکن حضرت چی گفتن؟ نفر من قدر الله الى قدر الله. میگریزم از تقدیر خدا و تقدیر خدا. همین گریختنی من هم در تقدیرم است. برای همین اگر هر چی تو هم جدا هم کنی که جدا هم که کنی آمده در سر تقدیر میزنی. از تقدیر گریز نیست برادری عزیز. لیکن به هر حال هم که باشد معلمان حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم، پدر و مادر همه ما و شما فدای حضرت باد، و میگوید تنکح المرأة لمالها و لجمالها و لحسبها و لدینها فاظفر بذات دین تربت یداک. حضرت توصیه دادن جوانای عزیز دوستان، زن میخوای که راحت کنی، میخوای که همیشه گویم که خیلی حالت خوب داشته باشی، در پیش یار رفیق قدر قیمت داشته باشی، زن به خاطر دینداریش بگیر، به خاطر دینداری زن بگیر، به خاطر جمال، به خاطر مال
به خاطر منصب و یا جدا نکن. فقط زن به خاطر دین بگیر. اگر زن دیندار قبول کردی خوش به حالت، انشاءالله وای احترامت میکند وای عزتت میکند. ولی بعضی برادرها در سخت میرسد که شاید که وای زن جمالدار و دین گویم که مالدار و منصبدار تحقیق. نه، من این مذمت نیست، این ملامت این طایفه نیست. اگر زنی که جمال دارد و باز دین دارد احترام شوهر میکند، این نور بالای نور است. یا جمال دارد یا منصب دارد، خودش منصب دارد یا پدرش دارد، لیکن وظیفه او چی است؟ وظیفه او این است: اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. بزرگترین حق ای خواهر عزیز بالای تو احترام شوهر است. همین بزرگترین حق اجرا کردی، خوش به حالت. جمال داری، پول داری، منصب داری، خوش به حالت. همین حق شوهرت به جای بیار. شوهرت احترام کن، شوهرت دوست دار، در حقش دعا کن. حتی ببین مثال تو، من وظیفه میتونم برای خواهرای عزیز که سحر شوهرت از خانه بیرون برآمد، بسیاری شوهرها را دیدم که بیگاهی جسد گویم بیجانش آمدگی است. تو دعا کن که خدایا همین ستون خانه مرا، خدایا همین سرپرستی گویم که عائله مرا، همین گویم که شخصی که در خاندان من همیشه بهبودی میارد، شخصی که به خدمت این من جنت میروم، خدایا همین صحت و سلامت بیگاهی به نزد من بیا. این باید دعای هر یک خواهر عزیزی ما باشد، دعای هر یک مادری ما باشد. این حالت انشاءالله شوهرها هم خوب میشوند، این خواهرها هم خوشرو میشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من جمعه آینده از قصه های حضرت ابوبکر صدیق و فضیلت ایشان، جوانای یک گروه جوانای دوشنبه هفته گذشته در خانه من مهمان بودند، گریه کردن که جوانای پیدا شدن که ابوبکر صدیق سنگ میزنند، جوانی که تا حال خودش بیچاره طهارت کردن نمیتواند، جوانی که باور کنید در چهرهش ذره از نور اسلام وجود ندارد، میخیزد ابوبکر صدیق محاکمه میکند، شخصی را که در شأن او آیت‌های قرآن آمده است. خیلی جای باور کنید تأسف است، فرزندا را نگذارین در هر جا تعلیم کنند، در هر جا فرزندا تعلیم نکنند، عاقبت ناخوب میارند. فرزندا را دانین که از کی درس میگیرد، استاد وی کی است. عاقبت در این جامعه ما یگان باز نافهمی و با یگان گویم ناخوبی ها را برپا نکنند که از دستمان همه این چیزی که خدا داده است همگیش رود. برای همین من مثل هم برادرها مجبور شدم حدیث های زیاده در صحیح بخاری، صحیح مسلم، همه صحیح های سته در حق حضرت ابوبکر صدیق روایت ها دارد. من برای شما انشاءالله حکایه میکنم اگر خدا برای من مهلت دهد. دعا کنید گفتن در حق برادرایی که هستند. یک خواهر اسلامی که الان سوالاش خواندم، یک مبلغ هم روان کردن که در حقم دعا کنید برای آبادی مسجد. برادران زیرین حق کار استاها را برای ستونهای مسجد پرداخت کردند. مولانا، حاجی محمد علی، حاجی رجب علی، عبدالغفار، شهریار، مراد علی و چند کسی دیگری که نامهایشان ذکر نشده است. اینجا در یک 9 تا ستون باید کردن در کار بود. هر یک آدم یک ستونیش گرفتند، گفتند که از نامه ما شود. انشاءالله در حد اینا نامهاشون هم ذکر شده است، دعا میکنیم خدا همین خیلی شخصا را زیاد کند، شخصایی که مثال همیشه در یادی تعمیر مسجدند. در حق مرحوم حاجی سفر رو دعا کنید. حاجی سفر رو بگی از این محله ما و شما گذشت، فرزندای خوب باقی مانده است، خدا نگهشون دارد. این هم یکی از برادرای هست که همیشه یادی مسجد ما و شما و کمک میکنند. برادر حاجی عبدالله هم یک مبلغ روان کردند و شاگردش بهادور مبلغ روان کردگی هست. در حق حاجی خالو و حاجی دولت دعا کنید، اینا هم خدا نگهشون دارد. یک قریب 2-3 سیستم بلوکایی که آوردیم پرداخت پولش همینا کردن. برادر عبدالقادر یک مبلغ دادن. برادر داملا محمد رسول کتاب قرآن دادن. برادر محمد شریف اینجا یک مبلغ دادن که در حقم دعا کنید. در حق پدر استا غیرت مرحوم
حاجی ارگش دعا کنید، در حق اوستاهای مسجد دعا کنید، در حق فرزندانی که در خارج کشور علل خصوص در روسیه بودگی ها که طالب علم دارند دعا کنید، طلب علم، در حق آنهایی که در صندوق خیریه و در ساختمان مسجد کمک کردند دعا کنید. دخترچه 13 ساله برادر اسلامی مردانکول در آب غرق شده، در حقش دعا کنید. انشاءالله در حق همه اینا دعا میکنیم. و برادرای عزیز و گرامی، یک مراجعت دیگر همین هست که انشاءالله مسجد ما در عرفه پوشانیدن است. گوییم که باید پوشانیدن در کار، برای پوشانیدنش انچه مبلغی خیلی کلان در کار است. ای شکر خیلی آوردیم، کاری خیر است، کاری نیک است، این خداوند خودش بود میکند. لیکن به هر حالم که باشد اگر سهم گذاری کنین، دستگیری کنین، زیرا یک شاید همون تونکه های تارش قریب $10,000 میشه. مثال تونکه هایی که ما میزنیم در او بالای تونکه های عادی نیست،